چطور میشه این اسالناف خیلی خیلی خفن و به صورت رایگان با یه باگ خیلی خیلی خفن و راحت گرفت؟ بدون معطلی بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها همونجور که میدونید این اسالناف رو نمیتونید از ایونت یا بتل پس چیزی دریافت کنید. یعنی در واقع یه جور باگه که با زدن این باگ میتونید اسالناف خودتون رو اینجوری کنید. یعنی که تو اکانتتون مشخصه. در واقع اسالناف رنگ رو شما میتونید اینجوری کنید دیگه. بزن بریم روی اسکرین آموزش بدون معطلی. لیتس گو. خب بچه من اومدم رو اکانت، میخوام بهتون توضیح بدم چجوری اسالناف خونی رو دریافت کنید یا باگش رو بزنید. بچه اسالناف رنگ که آموزشی گرفتنشم تو ویدیو قبلیمون دادیم، اینو که گرفتید میاید لود نباید داشته باشید دیگه، نباید لود داشته باشینش. دو تا روش برای از لود در آوردن و معمولیش کردن داره. یعنی برید تو بازی کنایف اسالناف نیست، میرید تو بخش دانلود ها، سطل آشغال بالا، این دوتایی که میگم بهتون رو باید حذف کنید. این اون دومیه که تیکش اومد و دیفالت آیتم، اون دوتا رو باید حذف کنید. اون ود اون کم ان ری رو حذف کنید و دیفالت آیتمز. خب اینا رو اگه حذف کنید کل اپیکاتون رو کمهاتون حذف، یعنی چیز میشه، یعنی لودش از لود در میاد. شما برای که خود اسالناف رو لود در بیارید کار میکنید، اسالناف رو میزنید قسمت بالای اون سطل آشغال بغل، تیکو فعال نکنید، اوکی رو میزنید، میره داخل پدینگ دیلیتشن. یعنی چی؟ یعنی اس وایساده میخواد دیلیتش کنید، میره قسمت اون استوب خودتون باید دیلیتش کنید. میاد تیکشو فعال میکنید، سطل آشغال بالا رو میزنید، تیکو فعال میکنید، دیلیت میکنید. یه صفحه براتون باز میشه که انگاری داره دانلود میکنه، 75 تا مرحله است میره، وقتی هم تموم شده از لود در میاد. حالا روش دوم، اکثر این روشی که الان گفتم کار نمیکنه. روش دوم حتما کار میکنه، نمیشه که کار نکنه، چون که دیتاهای بازی رو حذف. چطور با این کار انجام بدین؟ بعد برید از بازی بیرون، روی کالاف بگیرید، اون دایره رو بزنید، بعد اون پایین نکنید عکس پاک کن نمیشه کلر دیتا، اونو میزنید، همه دیتاهای بازی پاک میشه. و بعد اون باید یه اسالناف رو دانلود کنید که عکسشو براتون میذارم. توی لیدربورد میرید اون اسالناف رو دانلود میکنید. چون من الان رفتم گشتم نبود، تو دو تا اکانت گشتم نبود. شما من عکسشو براتون میذارم، خودتون میرید دانلود میکنید و اینکه دانلود میشه براتون، میتونید برید بازی کنید دیگه. خونی میشه اسالناف رنگ. پس اسالناف رنگ رو نباید دانلود کنید. لیدربورد هم از اون قسمت بالایی که بهتون نشون میدم الان، این قسمت کوچیکی اون بالا براتون زدم، توی اون برید، میاید توی بخش لیدربورد، بعد اکانت ها رو تک تک بگردید ببینید اسالنافی که اومده براتون صفحه رو دارن یا نه. لود کنید، مستقیم برید تو بازی ببینید شده یا نه. پس بچه‌ها نباید اسالناف رنگ رو لود کنید. دوستتون دارم بچه‌ها، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و نهایت آموزش رو گرفته باشید. سوالی چیزی هم داشتید تو کامنت ها بپرسید، جوابتون رو میدم. مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار.